إلا أنا لا لا بچه لا بچه من بخوری خوار هم نمیره نانه با خوارم بد بره بیاره به دوست خب بخاطر یاره به بد بیاره بخاطر خوار خب نگرم بری بچه من بله گل ناری شما بده بری بعد بچه من ناری ما داره خوارتون اشته ناری ما بمون کرده بمون کرده من بد بمیره با خدای بیاره به جناب میترسم من کار میکنم که بترسم میترسم بیاد بخورم من کی بیاد بخورم؟ شغال بیار بخورم شریط کپا دیونگی میزنی بچه به تو بترسیدی نه خیلی هم اشیارم نام خدا بچه رفتا خبر خود کردی نه نکنی میری رفتا خدا برخواه در نماش میشیده بخی من از اینجا کارو خلاص بیار تمانی بیاره بخی خود که من میره حساب من آوردم من شو بخی نمیره من بگو نمیره من بعد بیاره از دوبار بگو من خلاص منه گیلار بور کو کبر مخنا گیلار بخ کبر مو بخ کبر بخی بگو من خونه خاطر ولی کجا میری بابا من از این دومات من بعد نمیایه خب از دومات تو بعد میه خاطر بعد میه ها خاطر بعد میه ها دیگه خاطر تو چیکار کرده چرا رول اول نگفته که تو بیا بدی ای دوماتونه ای خسوربری تونه چرا نگفته که ای خسوربری تونه برفته با خاکی که دو سالته یک سالته من یک سال تنگوری کندم خب ما بابا که نبرم یک سال تنگوری کندم ای بیا آمده بابا میگه گوس بیستی بابا گوس بیستی گفته بیا آمده برفته با باغ ما رفته بچم سلطه انگور کرده بچم ببرده با کجا برده خب تو چرا نگفتی از این گپا که دومات تو گفته بیده به نانه خدا گفتم من خب نانه تمام چی من گوس بیستیم حالا که غم نداره برای ما نمیرم من واسه خوار خوش بود نمیرم وقتی من نریم من مادام بیت خیسی اگندی داره من لکه با ترک میشم این چادر خوب سرخو میکنم میرم با خونه مدخ با خونه دختر خو میرم با خونه برارا خو میرم با خونه نوازها خو میرم میگم واسه خوار خو برو بعد نمیای اخوار من اینه تو دیونه شدی بعد نمیای خود من وقتی نمیرم رفتا خورم برخو که لخی نمیرم من نمیری؟ نه یعنی شمیستی به خونه؟ ها همینجا مثل کن که برکن به خیلی خوشی بترسم کار میکنم ما بترسم خب ها بریم بابا شما ولی از من نمیری؟ نه گیله اگر وقت بری؟ نمیرم بابا برکن بترسم بیلا بچه وقت بعد خب نمیره دیگه چه کار کنم؟ وقت حساب بردم وقت که بری بله هم مشکل هم ورده را که ما سنباز بیاریم خوبه بله ایلا حالی نمیری تو نه هرچی میگم بابا شروع سربند میاره زد نکو میترسی آخه ایلا سگو که چی میگم میگو میشنم بابا حالی حتما نمیری بابا که نکشی که من با خودم میگو حتما نمیری نه آنه سگو آنه سیری پر بگیره برو به خود تخمر بسته اون مایتابه هم هسته نون هم هسته یک چیز به تو بگم درس رو از دیر غی تکمینی بفهمیدی؟ در خونه را بسته کنی در دلیز قلاب بابا من تا غیق میکشیم و تک گوش مسیری پر یک روده میخبر میشه 70 دیگر چه کار کنم وقت پس برم اینجا بریم لقمه نونو بخور نمیرم بعد نمیاد دومات من تو اون لامپا را ولی خروشن میکنیم لامپا خونه و دلیزا بفهمیدی چی گفتم؟ وقت هم برو بختر برو بخور عجب نشنه بخور تخمر چیزی بستو بخی بابا کارمون 4 بجایه اون ساعت رو دونه شما 4 درسته بابا تریکی ها میری؟ نه باشه ایل نمازدگاه چه؟ اختیار خود داری دیگه ما کنم به تو گفتم دیگه
کردم هفته ماه بره و هنوزه اینا نمونم دهنه ما بند بیا بودم بابا جانه بابا جان اشتاری بابا جان خوش آمده خوش آمده کجی؟ بله کجای مادر تو؟ به او سبب این پخته میکنم من پخته میکنه؟ بله یو نانا جان مثل کنه میشتو مونده شدم نانا جان بله نانا جان مثل که خیلی مونده شده این بچه من از سر کوچه شما تا اینجا پیاده آمده نانا جان یک 10 دقیقه از سر خود میگذارم اگه من خواب بود بیدار نکنه خوبه خوش که گله کنم میو گله که خیلی کوشش کردم نمونده که چیکار کنم دیگه با خدا بیده ما خوش ندارم گله که؟ آه چیکار؟ سلامتی راه سلام علیکم خوش آمدید شتمی کاکا جان خوبی بخیر خیریته خوب هستیم بخیر خیلی خوش آمدید این بابا بشی خیریته خوب هستیم بشی بابا بشی بشی شتمی خوب هستیم خیلی خوش آمدید کو گیلک کجایه گله نمو نه نه چرا ما مثل که میشه اون کنم خوشی ما کوکی خوشو تو اون کنه سرگردش بابا زنگ بزنی گله بیای بابا خیلی نانا جان مونده خیلی خوش آمدید زنده باشه می آوردین گیلک کردم کوکو کوشش خیلی کردم نمونده چیکار؟ چرا ما مونده یا ما چون از تو میشه چیکار میکنم فلان میکنم بابا از دست گیلک باشه یک زنگ به عباس بزن و موتور داره میتونه بره اون داره بیاره یا من که خیلی کوشش کردم چون نگه الو عباس جان خوبی؟ الحمدلله شکر کجایی؟ میگم همین تو برو در خونه خسور ما برو خوب امشب میمون مانم گیلک حتما بگیم بیاری گیلک نیامده تو برو پیشی برو انشالله بعد خودت بیای میگم هر کار کردیم ما نامده بونه گیری کرده همین تو برو در سرای اینو برو بفهمیدی گناه کردم ورد خودی خو خیر بیدی بیاره برو خیر بیدی نه هیچی لازم نیست فقط گیلک اگه بتونی بیاری خوشحال باش بخیر باش احتیاط بکن خداحافظ خب دیگه چی گفت کوکو بسته شدن خود کارو خوبه چی عجب دیگه که به طرف ما میرسم به خدمت خوش آمد کجی بابا مادر تو کجای این پخته میکنم همه بابا خلاص نکرده نه خیلیه جان دو تنور پخته کردم از صبح خیلی خاطر بابا جان میگم میامده یکی دیگه بابا امروز جایی که گلک بابا قیصت لندوری که دیگه شما خودی رو کمک جرابست کردیم از این جوگو و شما کمک ناراحت نگردن من نیه کجی جون هست بابا جان هست من میفهم نگو تا دانی که ما حرکت کردیم و رزودی شکر گیلک دومات خور ببینه بازم سلام خیلی سلام میگواره و علیکم السلام بابا خدا بابا جان بیشتر وقتا من میدیدم بابا پولوکا میگفتم پیار تو خیلی سیر خوردی اما چون پیار تو چیه ساعت رنگوری کد و بیامده و سر مقدر کرده شما گدا گلولا گوشته نه بعد سالی گپ پر نمیزنه تا دانی که ما بیادم با دومات به خیلی سلام بابا گفتم چشم واسه که مونده بوده بیاکم گم سر روش میکنم خود عباس میاره بخیر من مطمئن من که اون روز بابا خودی شوخی کردم آرستی که نگفتم که نبود چه خاله؟ گله جشتنی جان یاد است درس رو ما بود البته میگم درس را خوب نگذار گله ما چند دفعه بیادم مثلا شما درس را شما وا بیدن اما براتون خاطر بده کن ما تخمر خریدن رو بونه
اونا رو با خفتن که بود گشنشون میخورم من گشنه شدم یک محتاج چیز خوب است شما میز هر چی باشه برمیداره میبره محتاج میگم یه جگاه یک چیزی هم بگذاره به سرمو بله چی بی نمازگر تو نون چای میخوری؟ گشنه شدم برفتم تمام سر کله خود بششتم گشنه شدم مادر مینا برفتم بابا من به سراب شما رفتن انا من پولم ما بدادن 30 روپیه دادم من برفتم تخمر خریدم انا گفتم اونا با خفتم نصف شوا میخورم برم گله یارو ما برام من اگر تک برو گله کار دار بیار یارو به سلام آخی تو هم مادر میتاری تو هم پیار میتاری چرا؟ اونا گفتم چی گفتم؟ گفتم بیا منم گفتم بعد میای از یکی از کی بعد تو میای؟ ایان متکات و کجا؟ نه تاک میشو از کی خب ما خواهد میزنه تو؟ نه گله وقتی از اینکه پاخونه از تو خماغم نگاه دار با هم بخوریم برای اینکه برای گله که افتن گله که وردار بیار برای اینکه میشه میمان مانه شما آخی نمیم چرا خب؟ خود چرا؟ خب من نمیرم من تخمر به حال تخمر کردم 100 تا تخمر کردم باشه بله باشه با دگرس پخته که وقتی گله جو وقتی برای که یک سکیلی ناوردم خب که تاثیر نگاه که سکشته سکیلیه باشه زیشم خود دیر میشه گله جو نمیرم چرا خب؟ وقتی گله اگه تگفونه از بعد وقتی نمیرم وقتی سکشته سکیلیه وقتی من دیگه از کی دیگی؟ ابولار ابوران من؟ بعد من میای چرا؟ همون انگورا آخه دومات تو چه بعد تو بیایه؟ بعد من میای گله اگه تگفونه وقت برو عب بسته وقتی دیگه بیام دیگه به چیز میگی وقتی تو اول سر برو وقتی دیگه برو دست منم بسته وقتی برو به خدا اگه چای آمدن تو بره وقتی چرا صاحب تو خراب برو دیگه نما چای نما با خدا میزنم ترمز پونه میکنم میشکنم میگم کرده عمر میره نگه پیش وکیل مال ارباب مال میگم این ترمز رو باش کسبونده خو گفته گله که وردا بیا بابا برو نمیرم من مثلا شما نمیرم ای های گله کار خوبی نیم خدافظ نه بخیر بابا برو دیگه نمیبینی دستم دست بنده بده نه دست رو ببندیه که با خدا نبندی میفهمی